درود عزیزان، به یک ویدیو دیگه از کانال مایندگوینز خیلی خوش اومدین. امروز میپردازیم به این سوال که آیا قانون جذب حقیقت دارد؟ قانون جذب یکی از مهمترین قوانین طبیعت هست که اتفاقات رو برای انسان‌ها رقم میزنه و ذرات کوانتومی رو به هم نزدیک و دور میکنه. ما هیچ چیزی رو از دست نمیدیم یا به دست نمیاریم. ما فقط هم ارتعاش میشیم و تجربه میکنیم. ارتعاشمون تغییر میکنه، از دستش میدیم. این موضوع برای همه چیز کار میکنه، برای پول، رابطه، ازدواج و هر موضوع دیگه ای. من نمیدونم برای تجربه کردن پول، ازدواج، ماشین یا هر چیزی که مورد دلخواه شما هست تا به حال چی شنیدی، اما در این ویدیو قانون ارتعاش رو کامل بازش میکنم و اینکه چطوری عمل میکنه از پایه براتون بازش میکنم تا کامل درکش کنید و کافیه بهش عمل کنید تا زندگیتون نتیجهش رو ببینید. اول بپردازیم به قانون جذب در ازدواج. تمام ازدواج هایی که رخ داده و میده همشون با قانون ارتعاش بوده. یک آیه قرآنی هم داریم: ادعونی استجب لکم، بخواهید تا به شما داده شود. یعنی یک پسر از ته دلش میخواد که ازدواج کنه، یک دختر هم از ته دلش میخواد که ازدواج کنه. جهان هستی میاد بر اساس شخصیتی که این دو فرد دارند، اینا رو در یک مدار خاصی قرار میده و همدیگر رو میبینن و اتفاقاتی رخ میده و ازدواج میکنن. حالا چرا بعضی افراد میخوان ولی نمیتونن ازدواج کنن؟ دلیلش اینه که ارتعاش آنها خالص نیست. این آیه قرآنی که گفتم یک نکته طلایی داره: باید خالصانه بخوای تا برات اتفاق بیفته. این یک نکته به شدت مهمه. خالصانه یعنی مانع ذهنی یا همون باور مخالف نباید داشته باشی. من خودم از این قانون خیلی استفاده کردم. اگر مانع و باور منفی نداشته باشید، خیلی خیلی زود حتی فکرشم نمی کنید که چطوری براتون رخ میده. حالا اینم بگم اینطوری نیست و سقف خونتون باز بشه یه دختر یا پسر بیافته تو خونتون. این اتفاق خیلی بدیهی رخ میده، اینکه شاید متوجه نشیم. خیلی عادی و طبیعیته، فکر میکنیم که همین زندگی داره پیش میره. وقتی که باورهای ما درست باشه و مانع ذهنی نداشته باشیم، جهان هستی هر چی که بخوایم برامون فراهم میکنه. اما چطوریش اینه که 90% کار رو جهان هستی یا همون قانون جذب انجام میده، 10% کار رو هم ما انجام میدیم. اقداماتی که انجام میدیم این موضوع برای پول، ازدواج یا هر چیزی که بخوایم صدق میکنه. اینطور نیست که عجی مجی کنیم ظاهر بشه. ما باورمون خالص باشه، ایده هایی میاد تو ذهنمون و چون باور منفی نداریم به ایده عمل میکنیم، نتیجه رخ میده. پس 90% اینجا ذهن ما مهمه، 10% تلاش فیزیکی. هر دو مهمه، باید انجام بشه. این که قانون جذب حقیقت داره، جوابش بله هست. اما تعریف شما از قانون جذب چیه؟ عجی مجی میکنیم ظاهر بشه، یا تلاش ذهنی میکنیم، تصویرسازی میکنیم، تغییر باور میدیم، نگرشمون رو تغییر میدیم، ورودهای ذهنمون رو کنترل میکنیم و اقداماتی هم به صورت ناخودآگاه انجام میدیم تا اتفاق بیفته. تلاش ذهنی خیلی سخت‌تر از تلاش فیزیکیه. در مورد تلاش ذهنی کامل در ویدیوهای قبلی صحبت کردیم. میتونین از پلیلیست باور استفاده کنید تا باوراتون رو تغییر بدید. با تغییر باور، ارتعاش و مدار ذهنیتون کامل تغییر میکنه. اصلا مهم نیست الان شرایط فیزیکی زندگیتون چطوره. شما میتونین با تغییر ذهنی و تغییر ارتعاشتون و تغییر مدارتون به هر چیزی که دلتون میخواد برسین. کافیه انجامش بدین تا معجزه‌شو ببینین.
اگر یک بار نتیجه گرفتیم فراموش نکنیم. به قول خدا انسان وقتی مصیبتی بهش وارد میشه و ما حلش میکنیم فراموشکار میشه. نباید فراموشش کنید که قانون جذب به شکل کاملا طبیعی و بدیهی اتفاقات رو براتون اوکی میکنه. اگر به اتفاقاتی که براتون میفته و قبل اون اتفاق به رفتار و توجهاتی که 2-3 روز قبلش داشتین فکر کنین، میبینین که هیچ اتفاقی نیست و تمام زندگیمون رو داریم خودمون خلق میکنیم و این یک موهبت الهی است. باید شکرگزار باشیم. هرگز نذارید رسانه و افراد منفی روتون اثر بذاره. از قوانین استفاده کنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم با استفاده از اطلاعاتی که بهتون با این ویدیو و ویدیوهای قبلی که در مورد تغییر مدار و ارتعاش بود دادم بتونید نتایج و تجربیات دلخواهتون رو خلق کنید و لذت ببرید. ممنونم از اینکه تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. سوالی مشکلی بود زیر ویدیو حتما کامنت بذارید. لایک و کامنت یادتون نره. کانال ما رو دنبال کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندهید.